سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبید؟ امروز قرار اولین ویدیو کانال ایزی پیزی رو آپلود کنم و امیدوارم که به دردتون بخوره. تاپیک اصلی امروز صحبت کردن راجع به مرگ چیه، چرا اتفاق میافته و اینکه مواجهه ما با مرگ اصلا چی جوری باید باشه. چرا انقدر از مرگ میترسیم؟ چرا این اتفاقات انقدر برای ما مهمه؟ ببینید، هر آدمی به عنوان یک موجود زیستی قراره بالاخره یه روزی بمیره و از بین بره، مثل هر موجود زنده دیگه ای. ولی خب این مواجهه ما به عنوان اینکه زندگی قراره یک روزی به پایان برسه و در یک لحظه ای قراره تموم بشه، یه سری ایراداتی داره، یه سری ایرادات جدی داره. اولا اینکه مفهوم زمان ما به صورت کاملا واضح درک نکردیم، اینکه بفهمیم واقعا به چه شکله و اینکه چرا مثلا بعضی لحظات خیلی طول میکشه، بعضی دقایق خیلی، بعضی ساعت‌ها خیلی کم طول میکشه. این در نسبت با مفهوم مرگ معنا پیدا میکنه و آیا اصلا بعد مرگ اصلا اتفاق دیگه‌ای هم قراره برای ما بیفته؟ و وقتی میگیم ما، منظورمون چیه اصلا؟ وقتی میگیم قراره اتفاقی برای ما بیفته، منظورمون اون آگاهی و اون خاطراتی هستش که تو کل زندگی برای ما ساخته شده. چه بلایی قراره سر اینا بیاد، یا اینکه نه داریم فقط راجع به بدنمون صحبت میکنیم؟ پاسخ به این سوالا از هر دیدگاهی ممکنه که یه پاسخ مشخصی داشته باشه. چیزی که من میخوام اینجا بهش اشاره کنم، پیدا کردن پاسخ درست نیست قاعدتا. بیشتر به دنبال اینم که بفهمم از چه زاویه دیدی نگاه کردن به مسئله مرگ میتونه مواجهه درست تری باشه. به این معنی که وقتی مثلا من دارم راجع به مرگ فکر میکنم، چگونه فکر کردم بهش میتونه یک معنای واقعی تر و اصیل تری نسبت به زندگی من ببخشه. به عنوان یک مفهومی که واقعا خیلی چیز دشواریه و هیچ کدوم از انسان ها تا حالا نمیدونن که قراره چه اتفاقی بیفته، قاعدتا فقط از دیدگاه زندگی میشه به مرگ نگاه کرد. یعنی ما فقط تا زمانی که زنده هستیم میتونیم از قالب این که چه اتفاقی برای مرده ها میفته و یه سری چیزها و یه سری دیدگاه هایی که داریم بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. یه دیدگاه رایجی که وجود داره اینه که توی بودیسم میگن که بعد مرگ زندگی به همون شکلی که همین الانش هم داره ادامه پیدا میکنه قرار ادامه پیدا کنه. البته نه به اون شکلی که در قالب یک آدم دیگه ای، یعنی در قالب یک تناسخ به زندگی ادامه بدیم. در قالب اینه که شما در تغییر فرم ها و قالب های مختلف قرار به زندگیتون ادامه بدید، ولی نه به شکل انسان. اجزای مختلف بدنتون قرار تجزیه بشه و هر اجزایی قرار در ترکیب با یک سری عناصر مادی دنیا به حیات خودش ادامه بده و مثلا تبدیل به خاک بشه و اون خاک توسط باد به یک جای دیگه ای برده بشه و بعد از اون خاک یک درختی بارور بشه و یک درختی رشد کنه، بعد از اون درخت یک میوه‌ای به وجود بیاد و انواع اقسام این مدل تفکر. خب این دیدگاه جالب تریه به نظر من به نسبت مابقی دیدگاه هایی که واقعا از واقعیت خیلی دور میزنن. این که مثلا ما بریم در یک جایی زندگی کنیم که بعد از مرگ اونجا مثلا اتفاقات عجیب غریب بیفته، مثلا کسایی که کارهای بد کردن یا اتفاقات خیلی خوبی بیفته برای کسایی که کارهای درستی انجام دادن. ولی خب
این دیدگاه به نسبت واقعی تره به اون اتفاقی که قراره بیفته.